سلام جتلی، چه خبرها؟ بچه ها عدو رو داریم میبینید. جتلی داره ظرفی شده از ماما کتک خورده. پدر که اون باشه پسرم همین میشه. از قدیم گفتن سگ هر چی بخوره همونم. نمیتونم بگم دهن منو باز نکنیم. مامان کجا میری مامان؟ کجا برم؟ شما دوتا جونگا تو خونه نشستیم بی ارزه سر کار نمیم. هیچ کوفت و زرمار تو خونه نداریم. میرم سر کار. من مگه مردم بذارم مامانم بره سر کار؟ ها اگه کار میکرده الان این حالو من همین یه فرصت ازت میخوام مامان. به من ایمان داشته باش. من به سر تو هم. من رفتم. خداحافظ. باش تو پسرم منم میام. تو هم بیا عدو بریم. بود به خود باشتم دلو برو داریم به این ایشالا بر نگرده. من که چشم آب نمیخوام با خود برگردیم. من بدبخت اگه شان خوشتم تنها توی خونه نبودم. آواره